یکی از بزرگترین جریان‌های خشتی دنیا است. قدمت ارگ را اگه بخوایم برای قبل از زلزله بگیم، قدمت ارگ برمیگرده به 2250 سال پیش. اما یک سال بعد از زلزله طی کاوش‌هایی که کارشناسان یونسکو انجام دادند، قدمت ارگ برگشت به 6000 سال پیش و به این نتیجه رسیدند که این شهر برای بهتری از زندگی ساخته شده. و اینکه شما از دروازه عبور کردید که این دروازه در گذشته ایران چندانی به عنوان دروازه شرقی ایران معرفی شده بوده، یعنی ما از اینجا تا شهر کویتی پاکستان هیچ آبادی امنی نداشتیم. تجار و بازرگانانی که از سمت سایر کشورها به اینجا می‌آمدند اینجا اقامت داشتند. ارگ بم از دو قسمت عامه نشین و حاکم نشین تقسیم شده. اینجا الان قسمت عامه نشین هستش. در اینجا بازار هستش. این بازار حدوداً 118 متر طول دارد. 42 مغازه در دو طرف بازار. مغازه‌ها معمولاً جوری بوده که وسط اول ویترین قرار داشته، وسط کارگاه بوده و پشت اون دری بوده که به خونه‌هاشون راه داشته. و نکته قابل توجه اینه که ارگ بم تا 200 سال پیش شهر قدیم بم بوده. تمامی امور اینجا انجام می‌شده و مردم فقط برای کشاورزی و مسافرت از ارگ بیرون می‌رفتن و اینکه قبرستان هم در این ارگ. بازاری که توضیح دادم اینجا بوده به این صورت. و حاکم وقتی سخنرانی چیزی داشته اون بالا سخنرانی میکرده و بعد از اسلام شیخ اومده و اونجا شیخ سخنرانی میکرده. اون بالا که الان میبینید ریخته، اونجا اتاقک‌هایی بوده که زنان خاص اونجا میشستن و تماشا میکردن. بازرگانا و تجارها برای خرید فروش از میدان مرکزی استفاده میکردن. سوالی چیزی بازم در من زنان خاص رو متوجه نشدم. یعنی زنای دربار زنان خاص اومدن اون بالا میشست که الان تخریب شده، اونجا میشستن و تماشا میکردن. آقای نظیف هم اینجاست. خانم میرصدی خوش آمدی. یکی از خویشاوندان حاکم هستش که این خانه مال آقای سیستانی هست. این خونه به خانه عیونی معروفه و به دو بخش تشکیل شده، اندرونی و بیرونی. اندرونی خویشاوندان مهمانان و خویشاوندان حاکم میموندن اینجا اقامت داشتن و مهمانان غریب میرفتن قسمت بیرونی و این قسمت که می‌بینید مطبخشون هست، هم به قسمت بیرونی هم اندرونی داره و این قسمت هم زمستان نشینه و این قسمت هم تابستان نشینه. موقعی که آفتاب به این ساختمان برخورد می‌کرده اینجا گرم می‌شده و موقع زمستان ها می‌رفتن اینجا و تابستان چون پشت به آفتابه و سایه است می‌مونن اینجا خنک‌تر بوده. این هم دست شما در نکنه. مرسی لطف کردید. به این صورت بود. این هم همون مطبخه که هم از این ور هم از اون ور راه داشته. میرم اینجا ولی نمیدونم اینجا میشه رفت یا نه. میترسم. اینا فکر میکنم تو زلزله یکم خراب شد.
اینجا مثلا این ورا بازسازی کردن، ولی اینجا همچنان نهر قدیمی که می‌بینید که تو زلزله هم 20 سال پیش شکسته. چه ارگ که بازسازی شده. حالا من یه چیزی اونجا دیدم نوشتن لطفا وارد نشه اگه داری. اینجا هم از قبل بوده و بازسازی زیاد نشده، فقط یه لایه اومدن روش تمیزش کرد. ماشاءالله. که برای ما خیلی عجیب و زیبا بود این بود که در ارتفاع 61 متری از سطح زمین، یعنی تو خونه حاکم، فواره آب بوده، استخر بوده، حمام بوده و هنوز هیچ کارشناسی درست نتونسته تشخیص بده که چجوری این به این راحتی آب اونجا در جریان بود. چون همینجور که میدونید، حالا نمیدونم همکارم یه قسمت کوچولویشو به شما گفتم، مکان حکومتی ارگ روی یه تخت سنگ بنا شده. خب وقتی که چای بخوام بکنن اولا که خیلی سخته، چای هست درسته، ولی این که چجوری 61 متر آب بره بالا و به راحتی در جریان باشه، هیچکی هنوز درست نمیتونه یه نظریه بده که بگه آره به این علت ثبت شده که همچین اتفاقی میفته. شما وقتی که از در ورودی ارگ به داخل تشریف آوردین، تا اون بالا حدود 61 متر ارتفاع هستش که از این سربازخونه تا اون بالا حدوداً 16 الی 17 متر هنوز ارتفاع مونده که شما وقتی تشریف ببرید بالا میتونید عکس بگیرید، خاطره خوبی براتون به جا بمونه. میتونید برید قسمت حیاط جلویی خونه حاکم. متاسفانه این ور به خاطر اینکه حالا داره مرمت میشه فعلا بسته است. یه چیز جالب بگم، نمیدونم در جمع ما بمی هست یا نه. وقتی که سال 82 زلزله اومد، من 9 سالم بود و قشنگ یادمه عزیزای زیادی داشتم که جلوی چشمام پرپر شدم، با دستای خودم اونا رو از آوار در آوردم. کار ندارم، میخوام بگم که دوستان خونه هایی تو بم بود از بتون بودن، بتون خالص، ولی کاملا زلزله اونا رو تخریب کرد. یه چیز خیلی جالب که این ارگ یکی از جاهایی بود که زلزله محل وقوع زلزله بود، یعنی یکی از گسل‌ها زیر همین ارگ. دوستان همون جوری که گفتم اون بالا وقتی فرو ریخت یه خشت‌هایی پیدا شد، از بین اون خشت‌ها که متوجه شدم به 2800 الی 3000 سال قبل برمیگردن. حالا خدمت شما باید عرض کنم که تا جای من یادم قبل از زلزله خونه‌های ما همه خشت و گلی بودن و هر سال یه مرمتی می‌خواستن، چون خونه خشت و گلی قابلیت اینو داره که بدون هیچ آهنی، چون شما همین می‌بینید کل فضای این ارگ حتی یک ذره آهن درش به کار برده نشده و همش از خشت و گل هستن، بدون هیچ آهنی میتونستن همچین خونه‌هایی بسازن. حالا به خاطر همین در طول سالها خونه‌های خشت و گلی باید مرمت می‌شدن. هر دوره هم اومد اینجا یه مرمتی به این ارگ داشت. زیر اون تاقی که فرو ریخته یه سری سنگ‌های بزرگ می‌بینید همتون دیگه، سنگ‌های بزرگ رو از پشت گل‌ها میتونید مشاهده کنید. خب این وقتی چند سال پیش این سنگ‌ها گلمالی شدن، وقتی که زلزله شد گل‌ها ریختن و این سنگ‌ها پیدا شد. کارشناسان به یه چیز خیلی عجیب دست یافتن. اینا رو هخامنشیان این سنگ‌ها رو کار گذاشتن و اینجوری بگم یه سازه خشک ساختن. به هر حال اون موقع تنها ملاتی که بوده فقط گل بوده، ولی برای این سنگ‌ها ذره گل به کار نرفته و کاملا سازه خشک بوده. نکته جالب توجهی که خواستم به شما دوستان بگم این بود که وقتی زلزله اومد خونه‌های بتونی خراب شدن، ولی این سنگ‌هایی که هخامنشیان گذاشتن حتی 1 سانت هم تو زلزله تکون نخورد و باعث تعجب خیلی‌ها شد که چجوری اون زمان سازه‌ای به این محکمی ساخته شده که اصلا تکون نخورد. قسمت بخش حکومتیه که داریم میریم
که حاکم اینجا میشسته و بقیه مردم اون پایین زندگی میکردن. بازار و اینا هم بوده که در توضیحات قبلی مشاهده نمودید، مثل این تور لیدرها که داشتن توضیح میدادن من گفتم توضیح بدم. اینم خانه پادشاه. این فواره‌ای هم که توضیح دادم اونجا بوده زیر خاک، هنوز در نیومده دیگه. به این صورت تشریفمون رو میبریم. اینجا تاخچه‌شون بوده، این آشپزخونه است. بشقاباشون رو سرویس چنگال پاشون گذاشتن. من نمیدونم که الان میپرسم به شما میگم بهار درخت نرخورده. خب اصطلاح علمیش بهار درخت نرخورده، ولی کشاورزی بهش میگن بو. بو؟ آره. این الان گل داشته، گلاش افتاده روی زمین، گلاش رو خشک میکنم دستی میبرم بالا درخت ماده رو بعد دیگه گردافشون صورت حالا میبینیم غلافش بهش میگن کوروشکو. از این عرق میگیرنش عرق کاشکیلو. خوشمزه است؟ آره شربت که دیگه شیرینه ولی یه طعم خاصی داره. آقا یه دونه بزن من بخورم. تقریبا میشه گفت خوشمزه است. طعم خاصی. غم عشقت بیا بر برم کرد، غم عشقت بیا بر برم کرد. دیوانه یکیست کجا می گردد و در خانه یکیست.